الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران و خواهران اسلامی، برادران و خواهران ارجمند و مهربانی که در هر گوشه و کناری که هستیم، اولا تحفه اهل بهشت و هدیه‌ای که الله ذوالجلال در بهشت برای بندگانش تقدیم می نماید که سلامتی از جانب الله بر بندگانش است، برای شما تقدیم نمایم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران اهل اسلام، در قدم اول این ماه شریف مبارک رمضان را از صمیم قلب برای شما و برای امت اسلامی مبارکباد گفته و از الله ذوالجلال طلب دارم و دعا می کنم که ماه پرفیض و پربرکت و ماه تمام خوشی ها و خرسندی های دنیا و آخرت و ماه نجات و دوری از تمام مصیبت ها و بدی ها و بلاها و ماه خلاصی از این وبایی که بالای ما و بالای امت اسلامی آمده است بگرداند. و الله ذوالجلال را دعا میکنیم که زندگی آسایشته و نیک، زندگی با طاعت و عبادت برای ما و شما و جمله بندگان مؤمنش نصیب بفرماید. برادران اهل اسلام، میخواهم در این ماه شریف رمضان هر شب به اندازه قوت و توان بنده احادیثی که در فضیلت این ماه شریف رمضان و یا در باره احکام و یا مسئله های دیگری که وابسته به این شهر مبارک هستند، وابسته به این ماه مبارک هستند، هر شب به اندازه که می توانیم و یا وقت داریم یک حدیث باشد یا دو یا سه حدیث تفسیر و ترجمه نموده تا که برادرانی که گوش میکنند استفاده برده و عمل به این احادیث مبارک پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمایند. حدیث یکمی که میخواهیم برادران عزیز و گرامی قدر قرائت نماییم این است که عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فقدروا له. حدیث را امام بخاری و مسلم رحمت الله علیه روایت کردند که راوی حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما است که می فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تصوموا حتى تروا الهلال، یعنی که اگر می خواهید که روزه ماه شریف رمضان را بگیرید، شما هر آن وقتی که مهتاب ماه شریف رمضان را دیدید، شما روزه ماه شریف رمضان را
شروع نمایید. ولا تفطروا، و شما روزه ماه شریف رمضان را به انجام نرسانید و عید ننمایید حتی تروه، تا اینکه شما ماه و یا مهتاب ماه شوال را نبینید، ماهی که بعد از ماه رمضان می آید. فإن اغمی علیکم، اگر رفته و درآمد ماه رمضان را شما مهتاب را ندیدید، و یا که برآمدن ماه رمضان را مهتاب را ندیدید به سبب ابر، به سبب یگان مشکل های دیگری که می آید در طبیعت شما دیده نتوانستید، پیامبر بزرگوار علیه السلام می فرمایند فقدروا له. فقدروا له به معنای این که شما فرض و تقدیر کنید. فرض و تقدیر این معنا دارد که شما تخمین نمایید. بعضی علما می فرمایند که شما تخمین کنید که مهتاب الکی در زیر ابر نمایان شده است و شما روزه فردا را شروع کنید. و بعضی علمای دیگر می فرمایند که فقدروا له یعنی به روایت های دیگری که در احادیث آمده است، سخنهای دیگری که از پیغمبر خدا علیه السلام آمده است که فاکملوا العدة 30، که وقتی که اگر رفته و ابر و یا آسمان تیره و تاریک بود و شما مهتاب ماه شریف رمضان را دیده نتوانستید، ماه شعبان را 30 روز پره نموده، بعد از آن ماه شریف رمضان را روزی یکم گفته روزه اش را سر کنید. بنابر همین اگر رفته و مهتاب شب یکم رمضان برای ما معلوم نگشت، دیده نتوانستیم، ماه شعبان را 30 روز روزه گرفته و بعد از آن یکم روز ماه شریف رمضان را شروع میکنیم. و دیدن مهتاب برای روزه گرفتن و برای روزه خوردن و یا عید نمودن در این روزهایی که ما زندگی داریم برادران عزیز، این وابسته اداره قاضیان می باشد. اگر برای ما و شما گفتن که روزه بگیرید، ما برادران عزیز بدون چون و چرا، بدون یگان فکر و اندیشه های زیادی، بدون از این که سوال و جواب کنیم که باید بگیریم باید نگیریم، ما اداره قاضیات همان شهر و همان دولت و همان کشوری که زندگی میکنیم قبول کرده و روزه را سر میکنیم. و روزی که گفتن روزه را بخورید، روزه را میخوریم ان شاء الله الرحمن، که یگان اشکال و یگان مشکلی ندارد. حدیث دومی را که میخواهم برادران اهل اسلام برایتان قرائت نمایم این است که عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم. حدیث دومی را که میخواهم ترجمه نمایم برایتان برادران و خواهران عزیز این است که رسول اکرم علیه السلام میفرمایند که هیچگاه شما پیش از ماه مبارک رمضان یک روز و یا 2 روز پیش از ماه مبارک رمضان شما روزه نگیرید. اگر ما ببینیم بسیاری مردم های هستند که یک روز یا 2 روز پیش از ماه شریف رمضان برای اینکه گفته رفته و مقصد یک روز از روز ماه شریف رمضان از ما نگذرد،
و یا خطا نشود 1 روز و یا 2 روز پیش از ماه مبارک رمضان روزه گرفتن را سر می کنند، در حالی که رسول اکرم علیه السلام این کار و یا این عمل را منع نمودند. فرمودند که لا یتقدمن احدکم، که هیچ یک از شمایان پیش از ماه مبارک رمضان 1 روز و یا 2 روز پیش روزه نگیرد، مگر همان انسانی که می تواند روزه بگیرد که همیشه کار و یا رفتار ایشان روزه گرفتن است، یعنی که روزهای دوشنبه و یا پیشنبه و یا 3 روز از هر 1 ماه و یا که 1 روز میگیرد و 1 روز میخورد، اگر رفته و روزه پیشنبه است، چنانه که امسال مثلا روزه ماه شریف رمضان روز جمعه سر شد و اگر رفته و روز پیشنبه را به مثل همیشگی که وی روزه میگرفت اگر روز پیشنبه را روزه گیرد و فردا روز جمعه که ماه شریف رمضان بود، این گونه انسان ها روزه اشان ان شاء الله الرحمن درست است و هیچ خللی بر روزه ماه شریف رمضانشان نمیرساند. لکن کسایی که مثلا روزه نمیگیرند، فقط 1 روز پیش از ماه شریف رمضان یا 2 روز میگیرند، این گونه روزه ها را پیامبر اسلام علیه السلام فرمودند، معن فرمودند. بنابر همین فرمودند رسول اکرم علیه السلام که هیچ انسان حق ندارد که 1 روز یا 2 روز پیش از ماه شریف رمضان روزه بگیرد، مگر همان انسانی که همیشه روزه داری میکند و همیشه روزهای دوشنبه و پنجشنبه و 3 روز از هر 1 ماه و یا 1 روز میگیرد و 1 روز میخورد، اگر با ماه شریف رمضان بر میخورد و موافقت میکند و روبرو میشود، این گونه انسان ها ان شاء الله الرحمن که روزه اشان در این چیزی که منع کرده است داخل نمی شود. این حدیث را امام بخاری و مسلم هم روایت نموده اند که حدیث صحیح از پیامبر اسلام علیه السلام است. و در آخر دعا میکنیم که الله ذوالجلال ما و شما و جمله بندگان مسلمانش را از جمله کسانی بگردانند که روزه ماه شریف رمضان را خالص برای الله روزه می دارند و از جمله کسانی نگردانند که به خاطر نشان دادن، به خاطر چیزهای دنیوی، به خاطر که مردم ببینند که روزه‌دار است و به خاطر نیت‌های بد روزه میگیرند، از آن بندگانش نگرداند و آن اجر و پاداشی که برای بندگان روزه‌دارش وعده نموده است برای ما و شما و جمله بندگان مسلمانش نصیب بفرماید و این ماه شریف رمضان را ماه خیر و سعادت بالای ما و جمله بندگان مؤمنش بگرداند و با برکت این ماه شریف رمضان تمام بیماری ها، تمام مشکلی ها، تمام بدی ها و بلاها و مصیبت هایی که بالای این امت اسلامی نازل گشته است دور نماید و روزه ماه شریف رمضان را از ما و از جمله بندگانش قبول بفرماید. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و ازواجه و اصحابه اجمعین والحمد لله رب العالمین.